سلام دوستان، میریم سراغ قسمت دوم سلبریتی های کفترباز. اگه قسمت اولش ندیدید اول اون قسمت رو تماشا کنید. شماره 4، پدرخوانده سینما مارلون براندو تو نوجوانی تو محله اوماهای نبراسکا و بعدتر تو نیویورک کفتربازی میکرد. تو مصاحبهاش گفته که ساعتها به این کار مشغول بوده و این باعث میشه از هیاهوی شهر و دنیای شهرت فاصله بگیره. تو فیلم دربارانداز 1954 شخصیت تری مالوی رو بازی کرد. تو اون فیلم از حس شخصیش به کبوترها و حیوانات استفاده کرده و مثل همیشه یه شاهکار خلق میکنه. مارلون براندو شاید خدایگان متد اکتینگ بود، ولی وقتی پای کبوتر وسط می اومد یه مشتونه یه پشت بوم براش کافی بود. اون همیشه خالق شاهکارهای سینماست. حتی تو دوران پیری تو جزیره تاهیتی براندو تو باغ خودش کبوتر نگه می داشت و خودش با دونه‌های مخصوص ازشون مراقبت کرد. علاقه براندو به کفتربازی تو فرهنگ عامه مردم تأثیر داشت. تو محله‌های کارگری نیویورک کبوتربازی خیلی محبوب شده بود. اون روزا همه دوست داشتن شبیه براندو باشه. شماره 5، پابلو پیکاسو. داستان پیکاسو یکم با بقیه متفاوته. اون بیشتر از کبوترها الهام میگرفت واسه آثارش، ولی اونم واقعا عاشقشون بود. پیکاسو هنرمند بزرگ اسپانیایی از دوران کودکی با کبوترها آشنا بود. پدرش خوزه اینو اینجوری گفتم چون تلفظش واقعا واسم سخته. اسپانیش هم خیلی خوب نیست، ببخش. مغزم نمیکشه. خلاصه آقا خوزه هم نقاش بود و تصاویری از پرندگان شکار میکشید. پابلو تو نوجوانی بعضی وقتا یکی از کبوترهای باباشو کش میرفت. با خودش میبرد مدرسه. میذاشتشون رو میز و نقاشیشونو میکشید. پیکاسو تو دوره‌ای که تو پاریس زندگی میکرد چند تا کبوتر تو آتلیه‌اش نگه میداشت. از اونا برای الهام گرفتن تو آثارش استفاده میکرد. سال 1944 به حزب کمونیست فرانسه پیوست و کبوتر معنای عمیق‌تری پیدا کرد واسش. یه جورای نماد صلح و آزادی شد تو آثارش. سال 1949 کبوتر صلح رو میکشه. یک کبوتر سفید با شاخه زیتون رو برای کنگره جهانی صلح پاریس کشید. این تصویر به سرعت نماد صلح جهانی شد. اینقدر پیکاسو عاشق کبوتر بود که اسم یکی از دختراشو پالوما گذاشت. پالوما به اسپانیایی میشه کبوتر. شاید پیکاسو بهترین استفاده را از این موجود کرد بین این همه سلبریتی. شماره 6، پشم ریزونترین اسم لیست، ملکه الیزابت دوم. کلاً این آدم علایق عجیبی داشت. اسب سواری، جمع کردن تم، کفتربازی. ملکه کفتربازی رو از پدرش شاه جورج ششم به ارث برد. آخه شما ببین اسم یارو لاکچریه. آدم چجوری میتونه باور کنه که شاه جورج ششم با عرقگیر سفید و پشتبون کاخ بالینگهام کفتر عوام کرده؟ اصلا این کی وقت کرده همه کشور مستعمره خودشون کنه؟ نمیفهمم واقعا. تاریخچه کفتربازی تو خاندان سلطنتی برمیگرده به سال 1886. بازم رفیق نواب، این بار شاه لئوپولد دوم، شاه بلژیک، چند تا کفتر میده به شاه ادوارد هفتم و بعدش هم میرسه به شاه جورج ششم و اینجوری ملکه کفترباز میشه. البته اینم بگم تو جنگ جهانی دوم اینا برای ارسال پیام‌های مهم استفاده میکردن. با این دیدم میشه نگاش کرد که یه جورایی مثل تلگرام و واتساپ واسهشون بوده. جنبه مثبتش هم میشه دید، همش که البتی نبوده آخه. شانس به این میگن دیگه. یکی تو ایران کفتربازی میکنه میشه علی طوقی، نهایتش استاد علی حاتمی ازش یه فیلم میسازه. جون چه کفتری میارزه با 100 تا سیندون سیاه و سونگ کله قرمز. یکی هم میشه پادشاه بریتانیا.
ای لعنت به وقت کل سیاه خاورمیانه. خب دیگه شوخی بسته. ملکه الیزابت این سنت رو ادامه میده. یه لونه سلطنتی هم برای نگهداری پرورش کبوتر این مسابقه میسازه. حدوداً 250 تا کبوتر مسابقه‌ای و یه مربی پرورش دهنده اونجا بوده. خود ملکه هم رئیس انجمن سلطنتی کبوتر پرانی بریتانیا بود. کبوترهای پرورشی ملکه هم تو همه این مسابقه ها اول می شدن. البته اون موقع VAR نبوده. پس از درگذشت ملکه تو سال 2022 پسر شاه چارلز سوم سله رو به باد میده. خیلی هم ازش انتقاد میکنن. بهش میگن این یه سنت تاریخ فرنگی بوده، نباید اینجوری نابودش میکرد. الان که تا اینجای برنامه ما رو دنبال کردید، لایکمون کردید، کامنت گذاشتید، براتون یه سورپرایز ویژه دارم. اسم من همون شیرازیه. از این به بعد قراره تو این کانال صدای منو بشنوید. یه صدای مخملی و توپخ‌های فراوون. حتی توپخ‌های ادیت نشده، چون خوب در اومد دیگه، واقعا نمیشد ادیتش کنم. در کل از اینکه ما رو حمایت میکنید ممنونم و لطفاً تو کامنت ها بنویسید دوست دارید موضوع بعدی درباره چی باشه. همون شیرازی تهشو در میاره و واسهتون میذاره که با هم دیگه عشق کنید. دوستتون دارم.